عراق، پتروشیمی عراق، انفجار پتروشیمی عراق، انفجار پتروشیمی عراق منجر به 200 نفر کشته. هیچ گروه نجاتی نمیتوانند نزدیک شود. من از فاصله 5 کیلومتری فیلمبرداری میکنم. فاجعه عظیم و بزرگی. خدا خودش رحم کند که کارخانه نابود شد و کارگر بدبختی که در آنجا کار میکرد عام هم از بین رفت. عزیزان، خداوندگار خودش رحم کند که این انفجار دنیا را به صدا درآورد و هیچ گروه نجاتی تا به الان سراغ این انفجار نیامده است و ما کارگران افباری از فاصله 4-5 کیلومتری فیلمبرداری میکنیم. واقعا صحنه دلخراشی است. واقعا خداوند صبر به صاحب کارخانه و کارگرانی که در آنجا مشغول بودند صبر به خانوادهشان عطا کند. دود مشکی آسمان را تا سر من را پوشانده است. الان دود بالای سر من غوطه برگشته است. واویلا واویلا، چه صحنه خطرناکی، چه صحنه خطرناکی.